هی تو فکر این بودم دیگه پول نداشتم که چیزی بخورم. من گشنه دو عالمم اما پول ندارم. افسوس، بسی خجالت آور است. مشغول فکر بودم که چجوری پول در بیارم، ولی خب واقعا نمیشد. آها برم فوتبالیست شم. گریه نکن که اشکات برای منی درده. تو استعدادش داری، بیا تو تیم ما بازی کن. از ابوخلف موکلم سوال میپرسم که پریا دختر فاطمه از اصفهان که دوست پسراشو سقط کرده فاطمه جام جهانی رو ببر، فوتبال رو بگیر و به هزاران میلیارد دلار پول میدیم. بیا تو استعدادش داری، وقتش فوتبالیست شم. بریم سراغ مردان. من واسه مسابقات آماده میکردم. تو به صورتم ضربه ده. اینتر پشمام خوش اومدید. قراره با برنده توپ طلا مسابقه کنیم. اسم خودتو معرفی کن و نظرت راجع به برنده شدنت بگو. ممنون همتون عشق من، تشویق نکنید. من خیلی خوشحالم که تونستم برنده شم. در واقع من واسه پول اومدم اینجا و اصلا کلا قدرتی نیستم و خدا رو شکر که برنده شدم. تو رو توی خواب داشتم، فقط کافی یه شوت کنم تا تو رو بگیرم. مال منی تو، عشق منی. آماده برو بریم. Fire upon them.